سلام. امروز میخوام در مورد روش معاملاتی CS1 با شما صحبت کنم. یکی از چالش‌های مهم معامله‌گران صرف زمان زیاد برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی است که این موضوع توی دراز مدت میتونه آسیب‌های جدی روانی به معامله‌گر وارد کنه. یأس، ناامیدی و حتی ترک این کار میتونه از آسیب‌های این مورد باشه. ما توی روش CS1 این مشکل رو حل کردیم. روش CS1 روشی هستش که در وهله اول صرفه‌جویی میکنه در زمان شما توی پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی. به چه صورت؟ به این صورت بذارید یه مقدار بیشتر موضوع رو باز کنم. ما تحلیل تکنیکال رو توی آموزشگاه بورسیران از 4 بود مورد بررسی قرار میدیم. یعنی از نظر ما تحلیل تکنیکال 4 رکن داره: تریگر، تولز، پترن و پلیس. توی روش CS1 ما در واقع از طریق تریگر میریم سراغ سایر ابعاد بازار. ما یه ابزاری رو داریم که تریگر مناسب بازار و تریگره که احتمال موفقیت بالایی دارن رو به ما معرفی میکنه و بعد از اون میریم سایر ابزار رو باز چک میکنیم. برای اینکه شما بتونید به تریگرهای بازار دسترسی پیدا کنید، میتونید توی سرچ تلگرام سرچ بفرمایید @سوپر تریگر. سوپر تریگر یه ابزاری هستش که یک مدل خاصی از کندل فرست وایزمن یا همون دانه اول رو به شما معرفی میکنه به عنوان تریگر مطمئن بازار و ما با تریگر میریم سراغ سایر ابعاد بازار. برای این تایید اینکه بتونیم وارد معامله بشیم دنبال یک خط خوب که جزء تولزها هستش یا یک پترن خوب مثل پترن‌های کلاسیک یا هارمونیک یا اینکه دنبال جایگاه الیوتیش میگردیم که هم بعد بود پلیس هستش. بسته به توان تحلیلگر، بسته به اینکه تحلیلگر چقدر دانش تکنیکالی داره میتونه از روش CS1 استفاده کنه. شما اگه یک پرایس اکشن کار باشید، پرایس اکشن کارا اکثر پرایس اکشن کارا از خط و کندل استفاده میکنن. همشون نیاز به تریگر دارن. شما یک لول مهم رو شناسایی میکنید و در کنار سوپر تریگر ازش استفاده میکنید و این میشه تحلیل شما و وارد معامله میشید. که روش مدیریت سرمایه هم که قبلا توضیحاتی رو دادم، بازم این روش یک ابزار اختصاصی مدیریت سرمایه هم داره که در آینده در موردش مفصل با هم صحبت خواهیم کرد. یا اینکه نه، کسی که دانش بیشتری داره میتونه سوپر تریگر رو کنار یک تولز و یک پترن استفاده کنه ازش. کسی که حرفه‌ای‌تر هستش، معامله‌گر که حرفه‌ای‌تر هستش میتونه بود پلیس هم به این داستان اضافه کنه. این انعطاف روش CS1 منحصر به فرده. هر فردی با هر سطح دانشی از تحلیل تکنیکال میتونه از این روش استفاده کنه. شما فقط کافیه تریگرهای معتبر بازار رو ببینید. رو هر نمادی، هر کدوم از نمادهای جوفرزهای بازار فارکس تو هر تایم فریمی، وقتی که شما سوپر تریگر رو دیدید، اون تریگر اصلی رو شناسایی کردید، میری سراغ اون چارت به سرعت و اون بعد مورد نظر تحلیلی رو درش میبینید. اگر داشت اوکی بود وارد معامله میشید. این روش در واقع به شما کمک میکنه که زمان خیلی کمتری رو صرف جستجو توی بازار بشید. شما مجبور نیستید ساعتها و یا شاید حتی روزها دنبال یک موقعیت معاملاتی بگردید. این رو روی از طریق همون گوشه موبایلتون یک پیغام برای شما میاد، مثلا یورو USD تایم 15 دقیقه سوپر تریگر داشته. میرید همونجا چارت یورو USD رو باز میکنید، مستقیم میرید سراغ همون تایم فریم خاص. اگر اون سایر ابعاد بازار رو داشت، شروع میکنید به اصطلاح اون رو بررسی کردن و به سرعت وارد معامله میشید. در آینده ویدئویی رو خواهم ساخت که سوپر تریگر رو به طور کامل و مفصل خدمت شما توضیح میدم. ممنون از شما که به این ویدیو توجه کردید. موفق و پیروز باشید. برای اینکه با روش CS1 بهتر آشنا بشید، میتونید وارد وبسایت ما بشید. وبسایت همیاران بازار که اونو توی گوگل به فارسی میتونید سرچ کنید. وارد روش CS1 میشید. اون گزینه مربوط به روش معامله‌گری CS1، اونجا به طور کامل و جامع و به صورت کاملا فنی و دقیق میتونید این متن رو مطالعه بفرمایید که بهتر با این روش آشنا بشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. موفق باشید.